در دوران صاحب استقلالی ساحه تندرستی در شهر پنجکند به مرحله نوی رشد وارد گردیده است. از جمله تولدخانه شهر با دستگیری رهبریت دولت سیمایی تماما نو کسب نموده به مؤسسه یک مؤسسه معاصر طبی تبدیل یافته است. در دوران صاحب استقلالی ساحه تندرستی در شهر پنجکند به مرحله نوی رشد وارد گردیده است. از جمله تولدخانه شهر با دستگیری رهبریت دولت سیمایی تماما نو کسب نموده به یک مؤسسه معاصر طبی تبدیل یافته است. من یزدانزاده باباجان، راهبر مؤسسه دولتی تولدخانه شهر پنجکند، شکر استقلالیت کشور خواسته پیشوای معظم ملت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه تندرستی که برای جامعه حیاتاً مهم است زیادتر می‌گردد. گفتن جایز است که سال 2022 در سفر کاری خود پیشوای معظم ملت و بینای تولدخانه شهر پنجکند به یک بینای زمانوی با مجهز به تمام تکنولوژی نوی به استفاده داده شد. حالا در تولدخانه شهر پنجکند زیاده از 212 نفر طبیبان، همشیرها کار فعالیت میکنند. از این 212 نفر اینها 50 نفر اینها معلومات عالی و باقی مانده اینها معلومات عالی ناپورا کار فعالیت کرده ایستادند. خیلی که در پیام‌های پیشوای معظم ملت ما میبینیم، در پیام‌های پیشوای معظم ملت گشته برگشته میگویند جوانها آینده ملتند. با سخن‌های پیشوای معظم ملت ما نگاه کرده باید دوچند خدمت کنیم. سطح و صفت خدمت رسانی را بالا گردانیم. با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بینای نوی الهوگی تولدخانه با تمام تجهیزات زمانوی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. سال 1983 در اولی زیایی تولد شدم. فعالیت کاری از سال 2006 این جانب در تولدخانه شهر پنجکند کار و فعالیت می‌ورزم. شکر از آن میکنم که دولت صاحب استقلالی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیریم. امروزها در تولدخانه شهری ما یک قطار کارها ادامه داده ایستاده است. کارهای ساختمانی ما اطمینان کامل داریم که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را با بلند برداشتن سطح خدمت رسانی پیشواز گیریم. امروز این مؤسسه با تکنولوژی پیشرفته مجهز بوده برای خدمت رسانی با صفت به مادران و کودکان شرایط مساعد فراهم آورده است. من اوبلاقулов Далер مدیر تحلیلگاه تولدخانه شهر پنجکند ختم کرده دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان طولی 10 سال است که در همین مؤسسه همچون مدیر تحلیلگر کار میکنم و فعالیت میبرم. با در تحلیلگاه ما زیاده از 10 نفر کارگران کار و فعالیت مینمایند. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که ما در دوران سالهای استقلالیت جوانان کار و فعالیت برده ایستاده‌ایم و در این مؤسسه‌ای که پیشوای معظم ملت سال 2022 ماه اپریل آمده افتتاح کرده بودند با همه نمود تجهیزات‌های پیشرفته زمان مجهز کننده شده است که کار و فعالیت ما را دوچند سبک و آسان کرده است و ما جوانان دوران صاحب استقلال حرکت میکنیم و قسم میخوریم که برای خلق و مردم همین دیارمان تاجیکستان خدمت کنیم و سهم خود را به همه آبادانی دیارمان رسانیم. در برابر این اعتماد به کادرهای جوان نتیجه های نظررس به بار آورده است. یکی از چنین متخصصان جوان یزدانزاده باباجان همراه می باشد که فعالیت خود را در ساحه طب با مسئولیت بلند به راه مانده است. او 2 اکتبر سال 1995 در شهر پنجکند تولد شده. پس از ختم لیسه شهر تحصیل خود را در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی بن سینا ادامه داده است. سال 2018 دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نموده. امروز همچون متخصص جوان در پیشبرد ساحه سهم ارزنده میگذارد. با اشتراک فعالانه چنین کادرهای جوان
корҳои таъмиру навсозӣ биноҳо бо суръат идома дошта сатҳи хизматрасонии тиббӣ рӯз то рӯз беҳтар мегардад. ман Асонова Нигора хадматкардаи коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакен мебошам. Толи 10 сол аст ки кор ва фаъолият карда истодам. мо ҷавонон бештар бо ғамхории президентамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем ки дар ҷоҳои ҳамин шароитро ба мо муҳайё карда додам. Бо музди маоши хуб таъмин ҳастем ва аз кору фаъолияти худ розӣ ҳастем. Бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин ҳастем ва бо боварии комил гуфта метавонем ки барои хизмату халқи ватани худамон софдилона хизмат карда барои ояндаи кишвар саҳми худро мегузорем. имрӯз таваллудхонаи шаҳри Панҷакент на танҳо як муассисаи тиббӣ балки як рамзи рушди соҳаи тандурустӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад. از میانی دردها چرخی فلک راهی درمان و شفا را آفرید رشته ای عمری مریض به محل تا نگردد کنده ما را آفرید باری سوگندی طبیب دای ما رکن پا بر جای در وجدان ماست جان آدم در همه قوم و نژاد در مقام و قدر همچون جان ماست ما دوامی از دوامی آریان نسل سینا نسل انسان پروریم استوارم در قرار و قول خویش در نجات آدمان ره بریم ما دوامی از دوامی آریان نسل سینا نسل انسان پروریم استوارم در قرار و قول خویش در نجات آدمان را ببریم